سلام به کانال یوتیوبمون خوش اومدین. امروز با آموزش مراحل میکاپ اسموکی در خدمتتون هستیم. میکاپ اسموکی همونطور که از اسمش هم مشخصه میکاپ با رنگ‌های تیره هستش. بعد از اینکه بیس سایه‌مون رو زدیم میریم سراغ اضافه کردن رنگ‌های تیره به سایه‌مون. راز میکاپ اسموکی بلند کردن خیلی خوب سایه هاست. باید دقت کنیم که بین سایه هامون خط تیز یا فاصله ای بین رنگ ها نباشه و همه چیز مثل یه دود محو بشه توی هم. من همیشه سایه اسموکی رو از گوشه خارجی چشم شروع میکنم که کنترل بیشتری روی سایم داشته باشم. هر جا احساس کردین که سایه‌تون تیره شده با یه براش بلندینگ دوباره از روش برین تا رنگش کم رنگتر بشه. حتما یادتون باشه که اسموکی از اون سایه هاست که خیلی صبر و حوصله میخواد و باید برای بلند کردن سایه هاتون خیلی زمان بذارین. بعد اضافه کردن رنگ های تیره به سایه میایم زیر ابرو و گوشه داخلی چشم رو سایه های روشن میزنیم تا هم چشممون گیراتر و هم زیباتر دیده بشه. همین تضاد بین رنگ‌های روشن و تیره باعث میشه که چشماتون خیلی برجسته تر و درخشان تر دیده بشه. شاید براتون جذاب باشه که بدونین کلئوپاترا یکی از نمادهای سایه چشم اسموکی هستش. برای سایه های اسموکی هم میتونید از رژهای نود و هم توناژ سایه چشمتون استفاده کنید و هم رژ قرمز. برای میکاپ اسموکی بهتره که ابروها رو زیادی پهنش نکنین و فرم طبیعی ابرو رو حفظ کنین و حالتش بدین. برای پر کردن قسمت‌های خالی ابروتون بهتره از پماد یا سایه یا مدادهایی استفاده کنید که از رنگ ابروتون 1-2 درجه روشن‌تر باشه. و در آخر من نتیجه کار رو با رژ نود و قرمز براتون گذاشتم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب یادتون نره.